سلام، امروز در خدمتتونم با معرفی ابزار ترکی و فارسی که میخوام بهتون بگم هر کدوم از این ابزارها چه کاری رو توی قالی انجام میدن. امروز بحث اصلیمون در مورد شناخت ابزارهای مختلفه. دوست دارم شما هم اگر تجربه‌ای در مورد کار با این ابزارها دارید با ما به اشتراک بذارید. ممنونم. یکی از ابزار ترکی بافیه، بهش میگن دف، دفتین یا دفه که مدل‌های مختلفی داره، حالا بدون روکش و با روکش که معمولا برای قالی‌های درشت باف، چیزی که سنگین‌تر استفاده میشه و برای تابلو فرش ها معمولا کار سبک‌تر استفاده میشه. اینا قلابن. قلاب نوک‌های مختلف داره. اگه قالیمون درشت باف باشه نوک درشت‌تر استفاده می‌کنیم، قالیمون ریز بافت‌تر باشه نوک ریزتر. حالا معمولا آقایون و خانم ها مدل مختلف استفاده می‌کنن بسته به سنگینی دستشون. مقراض ما ترکی، همه چی ترکی میگیم. سیخ با سایزهای مختلف و قشو، اینا همه ابزار ترکی بافی هستند. کلاً کارگر ترکی به خاطر اینکه کوجی براش بسته نمیشه خیلی ابزار بیشتری نسبت به فارسی داره. همش عطاییه. خب بریم سراغ ابزار فارسی. از کرکیت شروع کنیم. انقدر سنگینه. حالا اینا مدل‌های مختلف داره. یا دست چوبی دارن تا اینجا قسمت چوبی میشه، یا نیمه چوبی آهنی هن، یا تمام آهنی. واقعا وقتی فرشا با اینا بافته میشه یه فرش آهنین میشه، مثل فرشای هریز، مثل فرشای کاشان، فرشای درشت بافتشون، مثل فرش آهنین معروف. شما بهم بگین اسمش چیه تو کامنت ها. قشو این وقتی استفاده میشه، وقتی که ما داریم سرکش رو انجام میدیم، دوم گره رو داریم میاریم به جلو. وقتی این کار رو انجام میدیم پشت فرشمون یه فرش صاف کامل میشه. چاقو یه وسیله خیلی راحت در استفاده شدن. و قیچی. قیچی فارسی باف ها تفاوتش با قیچی ما اینه که کجه و این نوک رو داره. چون این نوک رو داره به اندازه‌ای که لبه کارمون وجود داره بافنده باید کار رو نوکش رو قیچی بکنه. خیلی راحت تره چون سر نوکدار داره. اینا همه ابزارهای دستساز ایرانی هستن. با افتخار اینو اعلام میکنم که چون ما قالیمون ایرانی هست، ابزارهامون هم تماما ایرانیه. خیلی خوشحالم از این موضوع و اتفاق که 0 تا 100 قالی ایرانی دست خودمونه. این معرفی ابزار مختلف فارسی و ترکی. حالا میریم سراغ شناخت انواع اقسام دار قالی و کار کردن با این ابزار. کاری که دارم انجام میدم زنجیره گیس باف یا گندمی هست که لبه اول فرشمون زده میشه. معمولا وقتی فرش بعد پرداخت میخواد بره، اگر زنجیره نداشته باشه 2 گره براش میزنه. زنجیره دقیقا همون کارایی رو داره. این شکل دقیقا گندم میشه، شکل موی گیس باف میشه. به این خاطر که شکل زنجیرمون میشه گندمی یا گیس باف. حالا شکار دارم میکنم از نخ چله هم نمره چله خودم یا نازکتر از چله خودم 10 الی 12 برابر عرض فرشم برمیدارم. تار رو و زیر رو میگیرم، دلای بستش رو میندازم، کیپ میکنم. اولین کاری که دارم میکنم در ادامه تار رو و زیر بعدی رو برمیدارم. به همین راحتی برمیدارم. انگشتم رو اینجا قرار میدم. 2 تا انگشت دست راستم میاد، اینها رو میگیرم کف دستم. پروانه این رو، تار اول رو میارم پایین، کیپ میکنم. تار دوم رو میارم روی اون، کیپ میکنم. به این کاری که دارم انجام میدم محکم کردن لبه فرش. مثلا چرا باید زنجیره بزنیم؟ زنجیره وقتی که ما چله کشیدیم خب تارهای مقداری با هم فاصله دارن. زنجیره رو میزنیم که تارها به هم مچ بشن و بون کارمون قوی و محکم بشه. به این خاطر داریم زنجیره میزنیم. زنجیره چندین مدل داره. یکی از بهترین و محکمترین زنجیره ها همین زنجیره
دقیقا گندمی هستش. معمولا دوستان دوست دارن یکم کارها راحت کنن، هنرجو میپرسن که میشه اینو یه ردیف بزنیم؟ بله، یک ردیف هم زده میشه که دقیقا تار رو رو گرفته میشه و نخ دورش پیچیده میشه. اونو توی ویدیو دیگه حتما بهتون میگم، ولی برای انجام کارتون هیچ وقت توصیه نمیکنم که اون کار رو انجام بدید. تا انتهای فرشم من از این مدل زنجیره میزنم. مرحله بعدی میرم سراغ کرباس زدن. قلاب اینجا خیلی به من کمک میکنه، چون کمک میکنه من تارهای زیر و رو رو بردارم و بتونم چلمو بندازم. با من همراه باشین تا ادامه کار رو بهتون بگم. خب ما اگه قلاب نداشتیم چی کار بکنیم؟ یعنی وقتی که میخوایم چله رو زنجیره بزنیم ما قلاب نداریم، باید دستمون رو بندازیم بین تارها، تار رو برداریم، دقیقاً با همون عمل انجام بدیم، هیچ فرقی نمیکنه. معمولاً قالی هایی که فارسی باف هستن زنجیره ندارن، چون بعداً خودشون زنجیره های زیبایی میزنن. معمولاً تو قالی های ابریشم، قالی های کاشان این اتفاق میفته. ولی اگر شما فارسی بافی هستین که میخواین بدون قلاب کار بکنیم با دست، به همین راحتی دو تا چله‌تون رو برمی‌دارین و زنجیرتون رو میزنین. بعد از اینکه کارتون تموم شد، خب قلاب سفتی بیشتری داره به خاطر اینکه فشاری که ما توی هر کار میاریم با نوک قلاب، شما خیلی راحت میتونید یه دفعه بکوبین. رو اولیه فرششون با کرباسه، یعنی تارهای زیر و روی که دارن رو با کرباس یه بار ضربدرش رو از بین میبرن، دوباره به وجود میارن، میارن اینقدر راحت، چون کوجی دارن. ماهایی که ترکی بافی میکنیم با شیش کار میکنیم، با سیخ کار میکنیم. موقع چله کشی خیلی اصرار میکنیم که حتما دقت بکنید، یکی از دلایلش همینه. ما رسیدیم به انتهای کارمون، یه تار رو و یه تار زیر داریم. چله کشی رو حتما دقت بکنید. تار اولتون تار روی چوب باشه، تار آخر باید تار زیر چوب باشه. الان رسیدم دونه آخر، دقیقاً دونه آخرم. این رو هم حواستون باشه موقعی که دارین زنجیره میزنید، این نخ الان فاصله داره با هم دیگه، اینو یه دفعه جابجا نکنید که شکل زنجیرتون کاملا تغییر میکنه. تار رو و زیر آخری رو برمیدارم، زنجیرم رو میزنم. من برای محکم کاری همیشه یه گره در انتهای زنجیره میزنم و اضافه نخمون رو میتونیم بدیم پایین. ولی من میخوام همیشه دوست دارم یه کار جدید انجام بدم. این اضافه نخامو چیکار میکنم؟ میام باهاش کرباس میزنم. بهتون الان میگم کرباس چیه. این ضرب درها یا زیگزاگ هایی که روی دار قالیم دارم رو یک دور میخوام از بین ببرم، دوباره به وجود بیارم. به این عملمون میگیم کرباس. اگر ما روی دار قالیمون کوجی داشته باشیم، به راحتی با فشار دادن لبه کوجی دهنه فرش باز میشه و میتونیم راحت کرباس رو بزنیم. به ما که ترکی کار میکنیم با سیخ میخوایم یه بار ضربدر رو از بین ببریم و با قلاب به وجودش بیاریم. این رو هم میخوام بهتون نشون بدم چجوری استفاده میشه. سیخ رو رد میکنم، یعنی کامل ضربدر از بین میره. یکی از تارها رو میارم به داخل، حتما حواستون به لبه کارتون باشه که نکشین یه دفعه فرشتون جمع بشه و با دفعه ضربه میزنم، زیگزاگم رو از بین میبرم یا ضرب دریم رو. حالا میخوام دوباره به وجود بیارم. حالا باید یکی در میون تارهای زیر چوب رو بگیرم و این کار تا انتها انجامش بدم. ببینید ضربدر کامل برگشت. این قسمت رو ضربدر نداریم ولی اینجا کار داریم. این تا انتهای کارتون انجام بدین. کرباس رو میتونیم بسته به اندازه فرشتون
سایزهای مختلف بزنید. مثلا این اگه قراره قالی من 40x60 که میخواد باشه، من نهایتا 2 سانت براش کرباس میزنم، ولی اگه قالیتون بزرگتره حتما مقدار کرباسی که میزنید بیشتر باشه، چون روی این من میخوام سوخت هم بزنم. به پودر ضخیم نازک میگیم سوخت. برای همین یک لایه که دارم میزنم کافی هستش. این رو هم حواستون باشه که ما چرا اصرار میکنیم که حتما زنجیره از سمت راست به چپ زده بشه. یکی از دلایلش همین نخی هستش که وجود داره. یعنی شما وقتی میخواین کرباس بزنید، کرباس شروعش از سمت چپ کارتون هست به سمت راست. موقع شروع زنجیره وقتی ما اصرار میکنیم که حتما عزیزان از سمت راست بزنید به چپی، که دلایلش همین کرباس ندنه. شما وقتی میخواین کرباس بزنید باید از سمت چپ شروع کنید برگردین، برای اینکه تار زیرتون اینجاست. خیلی از عزیزان به اشتباه زنجیرشون رو از سمت چپ میزنن به راست. حتی من هنرجوهام که دست چپ هستن رو بهشون میگم یاد بگیرین از سمت راست باید این کار رو انجام بدیم. این کار رو تا انتهای چله هامون پیش میریم. تو بعضی زبون ها به کرباس میگن سبد بافی، حصیر بافی. زبونهای جالبیه، یعنی قالی بافی بسته به شهرهای مختلف اصطلاحهای مختلف هم داره. حتی ابزاری که داریم استفاده میکنیم گاهی تو زبونهای مختلف بسته محلی فرق میکنه. وقتی به انتهای کار رسیدیم، این دو تا نختون رو جفتش رو برمی‌دارید به تار اول حتما کیپ بکنید، دور چوب بندازید، بیاد و اضافاتش رو کات بکنید. به همین راحتی تا انتهای کارمون زنجیره و کرباسمون زدیم. به صدایی که می‌خواید بشنوید ما تو قالی بافی میگیم صدای زندگی. یه سازیه که برای ما میزنه. هر رج قالی باید اینطوری ساز بزنه.